شاید برای شما هم پیش اومده باشه که ندونید چطوری اون خلط لجبازی که در ریه ها و ته گلو به شما گیر کرده رو از بین ببرید و قرار یک لیوان معجون خونگی بهتون یاد بدم که این خلط لجباز رو از بین ببرید. ما اینجا بیشتر روش‌های درمان خانگی رو بهتون پیشنهاد میدیم، چون اگر مخاط و سرفه خودتون رو با داروی شیمیایی سرکوب کنید، این روش میتونه باعث بشه که زمان بیشتری درگیر اون عفونت باشید و سیستم ایمنی خودتون رو ضعیف‌تر کنید و همینطور عوارضهای زیادی این داروهای شیمیایی مثل سنگ کلیه داره. پس بنابراین بهترین راه برای از بین بردن خلط خودتون حتما به دنبال یک درمان طبیعی باشید. و حالا قبل از اینکه معجون خونگی رو براتون بگم، کانال ما رو سابسکرایب کنید و به دوستاتون معرفی کنید که از این داروهای خانگی با خبر بشن. برای درست کردن این داروی خانگی به عسل طبیعی اول نیاز داریم. منظورم از عسل طبیعی عسلی هست که زنبورهای عسل از شهد گلها اونو به دست آوردن و عسل یک داروی شناخته شده برای سرکوب سرفه هست و یک خلط‌آور طبیعیه. عسل خاصیت ضد میکروب و ضد التهابی داره و به سیستم ایمنی شما کمک میکنه و همچنین یک آنتی بیوتیک قوی برای سیستم تنفسی شما هم در نظر گرفته میشه و حتی برای عفونت‌های ویروسی یک درمان مؤثره. و حالا یک قاشق عسل طبیعی رو با پیاز باید ترکیب کنیم. پیاز یک خلط‌آور طبیعی و بسیار مؤثره، یک رقیق کننده طبیعی مخاطه و به کاهش شدت سرفه هم کمک میکنه، به خصوص اگر ماهیت سرفه شما ویروسی باشه. پیاز هیچ عوارض جانبی هم نداره و الان کاری که باید انجام بدین، یک رنده برمی دارید، پیازها رو توی یک کاسه رنده می کنید و بعد آب پیاز رو جمع می کنید و اگر آب میوه‌گیری دارید که چه بهتر. و در اینجا تنها چیزی که نیازه یک قاشق غذاخوری آب پیازه و قرار آب پیاز رو با شماره 3 آب لیموی تازه ترکیب کنیم. حالا چرا آب لیمو؟ آب لیمو تأثیر باور نکردنی در تجزیه مخاط شما داره، چون ویتامین C موجود در آب لیمو سیستم ایمنی بدن شما رو تقویت میکنه و حتی اگر گلو درد هم داشته باشید و با یک خلط بزرگ و غلیظ دست پنجه نرم میکنید، با مصرف آب لیمو این خلط تکه تکه میشه و همین باعث میشه درد و التهاب اون ناحیه کاهش پیدا کنه. لیمو حتی باعث بالا اومدن مخاط هم میشه، بنابراین به شما این امکان رو میده که مخاط دردسرساز عمیق‌تر رو از بدن خودتون خارج کنید. در اینجا شما به 2 قاشق غذاخوری آب لیموی تازه نیاز دارید. این 2 قاشق رو به شماره 4 که سرکه سیب هست اضافه میکنید. سرکه سیب خلط گلو و سینه شما رو شل میکنه و اگر گلو درد داشته باشید احساس گلو درد شما رو بهبود میبخشه. سرکه سیب پتاسیم هم داره و از رشد باکتری های مضر هم جلوگیری میکنه و اگر فقط یک قاشق غذاخوری سرکه سیب رو به یک لیوان آب اضافه کنید و بنوشید، به قند خونتون هم کمک خواهید کرد، به تخلیه سینوس هاتون هم کمک خواهید کرد و گرفتگی بینیتون رو هم از بین خواهید برد. و در اینجا هم یک قاشق غذاخوری سرکه سیب نیاز دارید و هر 4 مورد رو به یک لیوان آب اضافه می کنید و در روز 2 بار این رو می نوشید و اگر دوست داشتین میتونین به این محلول مقداری زنجبیل هم بهش اضافه کنید، چون زنجبیل به تسکین گلو درد شما کمک زیادی میکنه و باعث میشه سرفه فلدارتون رو درمان کنه و التهابتون رو کاهش بده و در کل این درمان خانگی واقعا خیلی بدون دردسر و تقریبا بدون عوارض جانبیه و حتما بعد از استفاده نظراتتون رو برامون بگید.